انقلاب اسلامی ایران در مقابل جمهوری اسرائیل. برای اینکه بدانیم که ایران و اسرائیل در چه رتبه‌ای از لحاظ نظامی در جهان قرار گرفتن، تا آخر ویدیو با من همراه باشید تا نتیجه را با هم ببینیم. در این ویدیو ما بر این شدیم تا مقایسه توان نظامی ایران و اسرائیل را که میتواند دید بهتری نسبت به وضعیت تهران و تل‌آویو به شما مخاطبین عزیز بدهد را از طریق وبسایت گلوبال فایرپاور که یک وبسایت معتبر در حوزه نظامی است، قدرت نظامی ایران و اسرائیل را با اطلاعاتی که تا سال 2021 در دسترس بوده مقایسه کنیم. آنچه در این مقاله و در واقع در شاخص‌ها مورد بررسی آن مد نظر قرار نگرفته توان هسته‌ای کشورهاست. لازم به ذکر است که ایران هیچ سلاح هسته‌ای ندارد، اما گفته شده اسرائیل 75 تا 400 کلاه هسته‌ای را در انبار خود دارد. از سال 1400 تا کنون قدرت نظامی ایران به مراتب افزایش یافته و موشک‌های جدیدی تولید کرده است. همچنین هواپیماهای جدیدی از کشورهای مختلف خریداری کرده که توانسته ناوگان قدیمی ایران که مربوط به دوران محمد رضا شاه پهلوی بوده است اندکی بروز شود. حال فاکتورهایی که مورد مقایسه قرار گرفته را به صورت ریز برای شما عزیزان بیان می‌کنیم. مقایسه نیروی انسانی ایران و اسرائیل. جزئیات این شاخص نشان می‌دهد جمعیت ایران تقریباً 10 برابر جمعیت اسرائیل است. ایران از حیث جمعیت با 84 میلیون نفر رتبه 17 در بین 140 کشور و اسرائیل با 8.6 میلیون نفر رتبه 90 را دارد. در همین زیر شاخه تعداد نیروی انسانی آماده به خدمت دو طرف هم مورد مقایسه قرار گرفته. به گزارش رویداد 24 ایران همچنین از این حیث با 47 میلیون نیروی آماده به خدمت رتبه 14 در بین 140 کشور و اسرائیل با 3.6 میلیون نیروی آماده به خدمت در رتبه 90 قرار گرفته است. با توجه به سن سربازی در ایران سالانه 1.3 میلیون نفر آماده به خدمت در کشور وجود دارند که این به این معنی است که رتبه 16 ایران از این حیث در جهان است. اسرائیل با 120,000 نیروی سالانه در رتبه 85 قرار گرفته. در بین نیروهای نظامی ایران تنها 525,000 پرسنل فعال حضور دارند که رتبه ایران را در جهان به رتبه 18 ارتقا دادند. در اسرائیل 170,000 پرسنل نظامی فعال مشغول به کارند و رتبه این کشور در بین 140 کشور مورد مطالعه 30 است. نیروی نظامی ذخیره ایران با 350,000 نفر در رتبه 17 جهان است. این رتبه در اسرائیل با 465,014 است. با در نظر گرفتن نهادی تحت عنوان بسیج، تعداد نیروهای شبه نظامی ایران بسیار قابل توجه هستند. ایران با 1 میلیون نفر نیروی شبه نظامی در رتبه 7 جهان از نظر تعداد نیروهای شبه نظامی ایستاده. این رقم در اسرائیل 8,000 نفر و رتبه 49 جهان است. مقایسه وضعیت مالی ایران و اسرائیل. وضعیت مالی ایران و اسرائیل هم در شاخص قدرت نظامی مورد مقایسه قرار گرفته. در این شاخص ایران از اسرائیل عقب افتاده. ایران با 14 میلیارد دلار بودجه دفاعی در رتبه 20 جهان و اسرائیل با 16.6 میلیارد بودجه نظامی در رتبه 17 ایستاده است. میزان استخراج خارجی ها کشورها هم در وضعیت مالی آنها تاثیرگذار است. ایران به واسطه تحریم ها سهم کمی از استخراج خارجی را به خود اختصاص داده و در رتبه 108 جهان است. میزان بدهی خارجی ایران تنها 7.9 میلیارد دلار است که اختلاف قابل توجهی با رقیب نظامی خود اسرائیل دارد. اسرائیل با 88.6 میلیارد دلار بدهی خارجی در رتبه 50 ایستاده. از این نظر ایران وضعیت بهتری نسبت به اسرائیل دارد. میزان ذخیره ارزی کشورها هم در توان نظامی آنها مؤثر است. ایران با 120 میلیارد دلار ذخیره ارزی در رتبه 20 و اسرائیل با 113 میلیارد دلار ذخیره در رتبه 22 قرار گرفته. فاصله ایران اسرائیل به دلیل کاهش درآمدهای نفتی ایران در دوران تحریم به طور قابل توجهی کم شده. حال اگر تا اینجا از این ویدیو لذت بردید لطفاً سابسکرایب کنید تا ادامه ویدیو را با هم ببینیم. مقایسه نیروهای هوایی ایران و اسرائیل. قدرت نیروی هوایی یکی از مهمترین شاخصهای قدرت نظامی کشورهاست.
ایران از زمان انقلاب تا کنون دسترسی به جنگنده‌های پیشرفته جهان را نداشته. آخرین مدل جنگنده‌های پیشرفته‌ای که در ایران وجود داشته به قبل از انقلاب و جنگنده‌های F-14 برمیگردند. هرچند در این 4 دهه ایران سعی کرده از جایگزین‌های روسی یا مونتاژ داخلی استفاده بکند، اما در حوزه جنگنده‌های نظامی مشکل جدی وجود داشته. این در حالی است که اسرائیل به پیشرفته‌ترین نوع جنگنده‌های نظامی یعنی F-35 دسترسی دارد. ایران از حیث تعداد جنگنده‌ها با 519 جنگنده در رتبه 24 و اسرائیل با 595 جنگنده در رتبه 19 قرار گرفته. در مورد جنگنده‌های تهاجمی رتبه ایران با 161 جنگنده 17 و رتبه اسرائیل با 241 جنگنده تهاجمی 13 است. جنگنده‌های مختص حمله در این شاخص مورد بررسی قرار گرفتند و این جنگنده‌ها در واقع برای هدف قرار دادن اهدافی بر روی زمین و با هدف پشتیبانی از نیروهای زمینی مورد استفاده قرار می‌گیرند و مهمات مختلف هوا به زمین را حمله می‌کنند. برای مثال سوخوی 24 روسیه و F-35 آمریکا در این زمره قرار می‌گیرند. بمب‌افکن غول‌پیکر B-52 بوئینگ آمریکا هم در این فهرست جای می‌گیرد. رتبه ایران و اسرائیل از حیث دسترسی به این نوع جنگنده‌ها برابر است. هر دو کشور 23 جنگنده مختص حمله در بین ادوات جنگی خود دارند. یک شاخص دیگر هم در بین جنگنده‌های نظامی حائز اهمیت است و آن هواپیماهای ترابری نیروی نظامی است. این هواپیماها برای جابجایی نیروی انسانی و ادوات جنگی در فاصله‌های زیاد کاربرد دارند. ناوگان حمل و نقل هوایی می‌تواند شامل هواپیماهای بوئینگ C-17 یا ایرباس CN-235 باشد. ایران به واسطه وسعت سرزمینی از این حیث رتبه بالاتری نسبت به اسرائیل دارد. رتبه ایران با 85 هواپیمای ترابری 7 و اسرائیل با 15 هواپیما رتبه 40 را دارد. قدرت ناوگان هواپیماهای آموزشی هم یکی دیگر از عناصر اثربخش بر نیروی هوایی کشورهاست. انواع سکوها و هواپیماهای آموزشی در این زیرمجموعه بررسی می‌شوند. ایران در این شاخص رتبه 29 و اسرائیل رتبه 19 جهان را دارد. در حوزه جنگنده‌های مأموریت ویژه هم اسرائیل از ایران پیش افتاده. رتبه ایران در این زمینه 22 و اسرائیل 13 است. تعداد هلیکوپترهای ایران هم از اسرائیل کمتر است. ایران 99 فروند هلیکوپتر دارد و در رتبه 37 جهان ایستاده و اسرائیل با 128 فروند هلیکوپتر رتبه 31 دارد. هلیکوپترهای تهاجمی به طور جداگانه شماره شدن و ایران در این زمینه هم عقب‌تر از اسرائیل است. اسرائیل با 48 هلیکوپتر جنگنده رتبه 12 جهان و ایران با 12 فروند هلیکوپتر جنگنده رتبه 35 جهان را به خود اختصاص داده. مقایسه قدرت نظامی زمینی ایران و اسرائیل. قدرت نیروی زمینی شاخصه اصلی دیگری در میان زیرمجموعه‌های شاخص قدرت نظامی است. تعداد تانک‌های زرهی کشورها در این زیرمجموعه مورد مقایسه قرار می‌گیرد و ایران در این حوزه رتبه 7 و اسرائیل رتبه 16 را دارد. ناوگان خودروهای زرهی ایران نیز از اسرائیل مجهزتر است. ایران با 8500 وسیله نقلیه زرهی در مقام 12 جهان و اسرائیل با 7500 وسیله نقلیه در رتبه 14 قرار گرفته. در مورد توپخانه‌هایی که خودکششی هم وضع ایران از اسرائیل با فاصله کمی بهتر است. توپخانه خودکششی یا خودرو به خودروهای نظامی مجهز به توپ‌های جنگی گفته میشه که راکت اندازها هم در این زیرمجموعه قرار میگیرند. ایران رتبه 9 جهان و اسرائیل رتبه 11 جهان را دارند. در مورد قدرت تانک‌های دو کشور هم ایران با 2108 فروند تانک در رتبه 6 و اسرائیل با 300 تانک در رتبه 33 قرار گرفته. مقایسه قدرت نیروی دریایی ایران و اسرائیل. به طور کلی ناوگان نیروی دریایی ایران رتبه 6 و ناوگان نیروی دریایی اسرائیل رتبه 35 جهان را دارند. هیچ یک از ایران و اسرائیل ناو هواپیمابر و هلیکوپتربر ندارند، اما وضعیت ایران در حوزه زیردریایی ها بسیار بهتر است. ایران با 29 زیردریایی در مقابل 5 زیردریایی اسرائیل در رتبه 5 جهان ایستاده، اما وضعیت اسرائیل در کشتی‌های گشت‌زنی بهتر از ایران است. اسرائیل 48 کشتی گشت‌زنی و ایران 20 کشتی دارد. مقایسه قدرت لوجستیک اسرائیل و ایران. لوجستیک کشورها هم در قدرت نظامی آنها مؤثر است. از جمله شاخص‌های زیرمجموعه لوجستیک می‌توان به تعداد فرودگاه‌ها، تعداد بنادر و ترمینال‌ها
نیروی کار، جاده و ریل اشاره کرد. این شاخص به طور مستقیم با وضعیت سرزمینی کشورها رابطه دارد و از این رو عجیب نیست که ایران در مجموع در حوزه لوجستیک برتری قابل توجه نسبت به اسرائیل داشته باشد. برای مثال ایران از حیث تعداد فرودگاه در رتبه 21 جهان و اسرائیل در رتبه 81 ایستاده. در مورد تعداد نیروی کار ایران با 30,500,000 نفر نیروی کار در رتبه 18 و اسرائیل با 3,800,000 نفر نیروی کار در رتبه 85 جهان است. مقایسه منابع طبیعی ایران و اسرائیل. منابع طبیعی از جمله نفت هم از شاخص‌های مؤثر بر قدرت نظامی است. ایران ششمین کشور جهان از نظر تولید نفت است. این در حالی است که در رتبه اسرائیل در تولید نفت 68مین در جهان است. در مورد میزان ذخایر نفتی قطعی ایران با 157 میلیارد بشکه نفت ذخیره شده رتبه 4 جهان را دارد و رتبه اسرائیل با 12 میلیون بشکه نفت 78می جهان است. مقایسه وضعیت جغرافیایی ایران اسرائیل. تقریبا در تمام شاخص‌های مورد بررسی شاخص جغرافیا مد نظر قرار گرفته، اما به طور مستقل هم این عنصر باید مقایسه شود. ایران با 1.6 میلیون کیلومتر مربع مساحت در رتبه 17 و اسرائیل با 20,000 کیلومتر مربع در رتبه 132 جهان قرار دارد. ایران 5,000 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه دارد و اسرائیل 1000 کیلومتر. این شاخص در واقع با قدرت نظامی کشورها رابطه عکس دارد، چرا که داشتن مرز مشترک به منزله وجود تهدیدهای نظامی بیشتر علیه کشورهاست. در مورد مرز دریایی هم وضع به همین منوال است. ایران 2.4 کیلومتر خط ساحلی و اسرائیل 273 کیلومتر خط ساحلی دارد. ایران در این زمینه در رتبه 41 جهان و اسرائیل در رتبه 93 ایستاده است. داشتن آبراهه اما به منزله قدرت نظامی بیشتر است. اسرائیل هیچ آبراهه‌ای ندارد، در حالی که ایران 850 کیلومتر آبراهه دارد. یکی از مهمترین آبراهه‌های تحت کنترل ایران تنگه هرمز است که به تنهایی شاخص مهمی برای قدرت نظامی ایران به شمار می‌رود. حال قبل از اینکه به نتیجه بررسی این دو کشور اشاره کنم، نظر خودتون را در زیر این ویدیو برای من کامنت بفرمایید. اینک با توجه به مواردی که بیان شد و مورد بررسی قرار گرفته و از طرفی با استفاده از مقایسه شاخص قدرت‌های نظامی به این نتیجه می‌رسیم که ایران در بین 140 کشور جهان رتبه 14 و اسرائیل در این رده‌بندی رتبه 20می را دارد. حال من شما را به ویدیو بعدی خودم که در رابطه با کشوری است که معروف به جاده‌های زیبا و گنجینه‌های رازآلود میباشد دعوت میکنم. پس با من همراه باشید.